باشد، نه به دنیا نه به عقبا. چون تو دارم همه دارم، دیگرم هیچ نباشد. ولی های خدا چنین مصرع ها را بیان میکردند: اگرم هیچ نباشد، نه به دنیا نه به عقبا، چون تو دارم همه دارم، دیگرم هیچ نباشد. علامه لاهور خدا رحمتش کنه میگفت: در ضمیر ما نمی گنجد بغیر از دوست کس، هر دو عالم را به دشمن ده که ما را دوست بست. حضرت مولای رو میگفت: نوریان مر نوریان را طالبند. نوری ها البته اهل ایمان، اهل قرآن، اهل اسلام، هر کجا که باشند طالب یکدیگر هستند. مثل همین محفل که در اینجا فقط نوری ها هستند. ناریان مر ناریان را جاذبند. ناریان اونایی که از اسلام دور هستند، اهل نار هستند، اونها به مثل خودشون جاذب هستند. هر کجا فاسق باشد مثل یکدیگرش قطعی بسیار اتفاقند، سرجم میشن، یک جو فسق و فجور میکنند. نوریان مر نوریان را طالبند، ناریان مر ناریان را جاذبند. اهل حق از اهل حق هم سرکشند، باطلان هم باطلان را میکشند. الحمدلله که این محفل نور است و همه نوری ها هستند و با یکدیگر چی هستند؟ طالب هستند. اولا دعا میکنیم که خداوند این توی مبارک بگرداند. برادر خیلی عزیز ما نکه حاجی تویچیده که خداوند روح گذشتگی هاش رحمت و مغفرت کند و الله ذوالجلال این توی مبارک بگرداند. و این خاندان الله ذوالجلال اون کلینی که میآید خداوند پای قدومش مبارک بگرداند. بین شهر عروس الفت و مودت خداوند برقرار بر دوام بسازد و فرزندهای حافظای قرآن، عالمای ربانی، خادمای شریعت خداوند نصیب و روزیشان بگردد. الحال خیلی محفلم طول کشید. یک حدیث مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیان میکنیم که البته که از همه بابها سخن گفته شد. راوی حدیث حضرت عدی بن حاتم رضی الله تعالی عنه بیان میکند از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که ما من عبد الا سیکلمه ربه لیس بینه و بینه ترجمان فینظر ایمن منه فلا یرى الی ما قدم و ینظر اشأم منه فلا یرى الی ما قدم و ینظر بین یدیه الی النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمر. حضرت عدی بن حاتم از رسول اکرم بیان میکند که فردا روز قیامت آمنا و صدقنا، همچنان که آیه های کریمه را در اینجا خواندند و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، یکی از نشانه پروردگار است که خداوند از نفس ما و شما مردها خداوند جنسی مادینه را خلق کرد. از چی است؟ جسم مبارک حضرت آدم علیه السلام خداوند حضرت حوا را خلق کرد. من انفسکم، از نفس های خودتون خداوند میگه. برای چی خلقش کرد؟ لتسکنوا، تا که همه آدم آرامش پیدا کند. حضرت آدم علیه السلام خداوند وقتی که خلق شد در جنت، بعض قولا قطعی حملی 500 سال است، بعضی گفتن نیم روز، امرا 500 سال بود. آرامش نداشت. به همون قدر نعمت هایی که الله ذوالجلال خلق کرده بود آرامش نداشت، تا همون زمانی که الله ذوالجلال حضرت حوا رضی الله تعالی عنها را خلق کرد، از قبرغه چپش خلقش کرد. وقتی که بیدار شد از خوابش دید، در حیران شد. خدایا این برای کی خلق کرده؟ این بنده من است، حوا است، برای کسی خلقش کردم که قبول کنه به امانتی. بعدا الله ذوالجلال در بینشون گفت ولی یک نزدیک نشه، یک چیز نکاح میگن بینتون یک گفت شنیده میشود.
ببین نکاح اول از حضرت آدم و حوا است، بعدا شه حضرت آدم بود، عروس حوا رضی الله تعالی عنها بود، ولی از دو جانب الله ذوالجلال بود، فرشته ها شاهد بودن، خطبر حضرت جبرائیل علیه السلام کن. اولین نکاحی که برپا شد. هر کجا که نکاح برپا می شود خشنودی الله هست. در اکثر جاها رسول اکرم نکاح بسیار واسه تکاسروا توالدوا فإنی أباهی بکم الامم یوم القیامه. یا پیامبر صلی الله علیه و آله النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. خیلی سخنها زیاد هستند. نکاح برپا کشید خشنودی پروردگار است. در اسلام یک عائله نو پیدا می شود و حلال زاده ها با وجود میآیند و دنیا میآیند، اما در مقابل نکاح زنا هست، حرام زاده ها با دنیا میآیند، بسیار فسق و فجور می شود. بعدا چه است که دنیا خراب می شود؟ این دنیا با حلال زاده ها و با دوستای خدا و با ذکر و با طاعت عبادت این چی است؟ این دنیا آباد است. پس نکاح اول برپا شد. راوی حدیث که بیان کردیم حضرت عدی ابن حاتم میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که فردا روز قیامت آمنا و صدقنا که چیز این دنیا آخر میرسه، کهنه میشود. هر چیز میآید کهنه میشود، نیست میشود. همین دنیا میآید که کهنه میشود، که نظم کیهانی بر هم میخورد. ستاره و مثلا زمین دیگر همه اینا هست که اینا به این همه قائل هستند، حتی نصارا و یهودیت هم به این قائل هستند. خب بعدا خداوند جل جلاله چیکار میکنه که بنده هاش پرسش میکنه؟ الله ذوالجلال هر یک نفری که ما و شما وجود داریم، به هر یک نفری ما و شما خداوند تک و تنها چیکار میکنه؟ گپ میزند. سیکلمه ربه بین لیس بینه و بینه ترجمان. در حال الله ذوالجلال سخن میکنه که بین بنده و بین الله یگان ترجمان نیست، وجود ندارد. ترجمان یک چیز کم میکنه، یک چیز زیاد میکنه، یک کلمه را، یک جمله را. گاه در یک بعضی ملت ها بعضی کلمه ها و فهمیشوی هستی در دیگر ملت وجود ندارد. بعضی چیزهای در دیگر عرف و عادت مردم هست که در دیگر وجود ندارد. چی از کم و زیاد می شود، اما بین خدا و بین بنده دیگر ترجمان وجود ندارد. وقتی که پرسش میکند، البته که امروز ببین یک نفر اگر قدرتمند انسان اگر در مثلا که پرسش میکشه چقدر میترسه و میلرزه و سجده و توز میکنه و وهم و ترس قلبش فرو میگیرد، اما پرسش روز قیامت آسان نیست. پرسش روز قیامت آسان نیست. صحابه های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و هر نفری که از بزرگان بودن از پرسش روز قیامت وقتی که به یاد می آوردن بدنشان به لرزه می آمد. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فقیه صحابه حضرت وقتی که آواز اذان می شنید پیونده هاش به لرزه می آمد، رنگ روش تغییر می آمد، غیرت لونه و ارتعدت فرائسه، پیونداش به لرزه می آمد، رنگ روش تغییر می آمد و در زمین می نشست، دیگر قوتی رفتن نداشت. گفتن که پسر مسعود سبب چی است؟ گفت وقتی که یک نفر دعوت میکنه اگر نره خفه می شود و خاطری همون خسته می رهد. اگر یک پادشاه و وزیر دعوت میکنه امروزه واری باشه حتما تمام کار دنیا و آخرتش ترک میکنه، مولاش میبینه میرود. اما وقتی که اذان هست این دعوتی به سوی خانه الله هست، چگونه من نترسم، چگونه رنگ من تغییر نیابد؟ وقتی که الله ذوالجلال سخن میکند با بندش، بنده روش طرف راست میگرداند، فینظر ایمن منه فلا یری الی ما قدم. شاید که یگان مثل همین کلان یک اکرانی باشه که هر یک عملی کردن شد در طرف راست میبینه. امروز من یک کامیرا چیز ثبت میکنه، هرچی عملی کسی در همینجا خورد است، گپ زده است، گوش کرده است، چیکاری کرده است، در همینجا ثبت شدگی است.
اینا چیست که یک مخلوقی را کرده است و اینا میشه منتج کرده میشود. در جای کله یک آدمی خوب یک آدمی بد مونند، در یک کله خوب بمونن تنش یک آدم یک بدکاری کرده است. یک منتج امروز یک کارای رفته است که شیطان اگر ببینه دیگه حیران میشه، میگه از ما در بزرگتر دسته ام. اینا منتج کرده میشود، اینا نیست کرده میشود، اینا خریدش میشود، اینا مثلا کهنشید میپوسه نابود میشود میرود. اما اون کمیره هایی که از جانب الله ذوالجلال هستند نه منتج کرده میشود، نه میپوسه، نه نیست میشود، نه خریدش میشود، در ارشیو الله ذوالجلال تا روز قیامت میماند. بنده چیکار میکند؟ فینظر ایمن منه فلا یری الی ما قدمه. هر چیزی که در دوام زندگی کرد یک و یک همشه دیده است. وقتی که میبینه البته که همین محفل خونه برادر منهاجی را اگر که در اونجا ببینی وقت خوش میشه. برای چی؟ اینجا عبادت است، حلقه ذکر است، حلقه علم است، سخن خدا هست، سخن رسول الله هست، صدقات است، دیدار بینی مسلمان ها است، احترام یکدیگر است. در دیدن خشنود میشه. اما جایی که گناه کرده باشی در دیدنش انسان چی از یک طاقت دیدن نداره. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه و ینظر اشأم منه فلا یری الی ما قدمه. روش از طرف راست و به طرف چپ میگردونه. هر عملی که کرده بود در طرف چپ هم همون عمل را دیده است. ببین همه را دیده است عمل را. در این حالت هم که میبینه بنده چی است دیگه خجالت میشود. انسان وقتی که اگر گناه داشته باشه مجرم باشه سر بلند کرده دیگر نمیتونه، روقتی دیگر نگاه کرده نمیتونه، فقط پیش پوش نگاه میکنه. و ینظر بین یدیه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که میگه روبروش نگاه میکنه الا نار تلقا، روبروش علنگه آتش دوزخ میبینه. در اونجا چی است که منتظر است؟ خداوند پرسش میکنه. بعدا در اخیر حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ فتقوا النار ولو بشق تمره. شما ای بندگان خدا تقوا کنید، اگر چی باشد فتقوا النار، از آتش دوزخ اجتناب کنید، اگر چی باشد به یک پاره خرما. اگر شما مثالی یک دانه خرما نیکی کردن نمیتونین، نصف همو را چیکار کنین؟ نیکی کنین تا که نیکی هاتون زیاد شود. وقتی نیکی ها که زیاد چیدن که گرفت ثمره گوره میبینید. اما چی است؟ فقط چی؟ فتقوا النار ولو بشق تمره، به یک پاره خرما هم که باشد. اما چی است؟ از گناه کردن چی است؟ ما چی است که نهی هستیم، باز باید بیستیم. فقط اگر عملی نیک خوردم کم هم که باشد باید که همون رو به جون بیاریم. البته که حلقه که ما و شما نشستیم این چی است؟ عملی نیک است، ثواب است. حتی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم بیان میکند وقتی که در جای نشست مسلمان ها و مؤمن ها وقتی که سخن از خدا و پیامبر از قرآن باشد، مسائل شرعی باشد، در حالتی که محفل و مجلس به اتمام میرسد، در حالتی خیسن فرشته ندا میکرده است قوموا مغفورا لکم، خیزین در حالی که سهو و خطا و گناه شما بخشیده شد. وقتی که محفل تمام شد از جا خیستن در تمام سهو و گناه را خدا چکار میکنن؟ میبخشن گناه ها را. بی چقدر فضیلت درجه داره. اما محفل ها چقدر باید زیاد بشه. همین دوملا حضرت ولی بیان کرد که در راه بعضی گپوش بعضی واقعه ها در تلفن سوال میتن، نعوذ بالله باور کنی همین رو به زبان گفتش نمیشود. در همین زندگی هایی که همین مردم ما و شما دارند بعضی واقعه ها را سوال میتن که همون را ما زبان ما نمیگرده میگیم کنتری واقعه شدگیه. در همون زندگی بین زن و مرد، بین خسر و کیلین، بین مثلا که زن مردک خودش نیست در دیگر جا چی حالت ها، چی کارو رفته سن، چی عمل ها رفته سن، هم از چی هست که؟ دوری از قرآن، دوری از حدیث رسول الله، دوری از سخن علما. وقتی که همه دور شد عاقبت رفته جامعه
حیوانی می شود. امروز یک اروپایی از اروپا برآمد کرده است مسلمان شدگی غیر اسلام دیگر راه نیست که انسانیت با دوام بیاید زندگیش. میگه برای چی؟ و یک درجه شده است که جوان اروپایی امروزش مثال میارد. یک نفر مسلمان شده مسلمانش با چی خاطر؟ فرزنده و اطرافی های خودش میبینه و بعد یک همسایه ترک داشته است. ترکای از ترکیه بودگی. خداوند راهبری و ترکیه را هم باز قوتش زیاد کنه و خداوند نگهبانش باشه که یک شیر اسلام است. اما چیکار میکنن همسایه ترکش؟ 5 وقت نماز با جا میارن، شرط شروط اسلام با جا میارن. فقط چی دیده است که این آدم بدید؟ هر سحر که کودکاش مکتب میرفتن در اومدن دستی مادرشون رو بوسه میکنن، در پیشانیشون میمونن، مادرشون میته یک دعاشون میته رو با قبله میرون درس. در آمدن هم حتما همیتا به ادب دستی مادرشون و پدرشون رو بوسه میکنن، در پیشانیشون میمونن، بعد داخل میشن. همین خصلت خوب مسلمان دیده یک بدین دیندارشی است. ببین بعدا که جوانای خودشون چی میگن؟ جوانی امروزه که در اونجا پیشرفت دارن، ترقیات دارن، ترگریس دارن، اکه چیکار میکنه جوانش؟ گیرین زنی، بنگ زنی، می نوشی، موی صد نیمی صد تراشیدگی، لیسی نیمی دیگرش پشمیالی خروریدگی از طرف، یا بینش مانده است همین ترنگ تاج خروز دو طرف تراشیده است، در گوشا گشوره کردگی. بعدش همین لبا را توبه کرده، لبا را شکاف کرده، در لباش حلقه کرده است. پیشتر در بقای همون گیزاله میکردن که بیادبی نکنه، لبا شونده همینطوری حلقه کردن، بنیا را شکاف کردن، حلقه کردن. گوشوار دو تا گوشت هر شب مردک گوشوار دارد، اگه چلال زیرش کسی بیسته. نعوذ بالله. ببین وقتی که قرآن نباشد، اسلام نباشد، حدیث رسول الله انمو خیلی میشود. چیکار میکنن؟ نه احترام پدر، نه احترام مادر، نه احترام جمعیت. او همه یک کشیدنی گیرنیش قطعی همون مملکت قطعی پدر و مادر اولادش میفروشن. ببین امروز دیگر دیده سنکی چی است؟ آداب در اسلام است، اخلاق در اسلام است، احترام در اسلام است، همه و همه در اسلام است. اگر به شرطی که دور شدن بگیرن، هم اگر عاقبت ناخوب دارد. همه سوالای میتن که حال به زبان نمیاریم، گفتش نمیشود. از چی است؟ با میپرسیم که آیا در محلتون یگان اهل علم نیست؟ میگه هست. آیا تو نماز میخوندی مسجد میرفتی؟ میگه نه نمیرفتم. خیلی مسجد که نرفتی، به اهل علم ننشستی، سوال و جواب که نکردی، عاقبتش باید همین میشود. خدا پناه بده. زی غیر ذکر ایزی گوش کردی. حضرت مولای میگه خدا رحمتش کنه. همه معرکه هایی که ما و شما داریم، هر کجا که باشد، لااقل یک نفر باید که یک حدیث رسول الله یا یک آیت بگه، لااقل همون یک مسئله نماز روزه شونه بپرسن، مسئله زندگی شونه بپرسن. فقط به خوردن گپ دید عاقبت شروع به خودکشی میورن. دیگر راحت و در همون جا چی از آرامش وجود نداره، در اون قلب بعد خودشون رو نابود میکنن. خیال میکنن که بمره مکر کار آسان شد. نه، بعد مردن بعد کار سر میشود، بعد سوال و جواب سر میشود. همه اینا بعد مردن هستن و مردن کار سبب نمیشود. برای چی؟ در قلبهایشان نیست، همون رحمت نیست، همون ویتامین ایمان و اسلام و هدایت نیست. انا مورا میگه دلی به عشق او بادا کفیده، زبان به ذکر او بادا بریده. زبانی که ذکر حمد خدا نداشته باشد گنگ بودن بهتره. میگه نریزد آبی دیده کور بهتر، تنی به طاعتش انجور بهتر. بود بر مرده غافل کفن حی، و حلقی کشته دنیا رسم حی. الله عزوجلال ما و شما را توفیق هدایت نصیب روزی میگرداند. و برادر اکای توی چی بکم خداوند این فرزنداش عمری درازی با برکاتی با توفیق عطا کنه و این توی مبارک بگردانه و اهل این جماعه ما را پروردگار تنصیحاتی و توفیق هدایت نصیب روزی ما بگرداند.
و این سرزمین ملک عزیزی ما را هم خداوند از همه بلاها و آفتها در حفظ حمایش نگهبان باشد و ایمان و اسلام و قرآن را پروردگار و محبتش در دل تمام مردم دنیا خصوصا مردم ما پروردگار را جایگزین بگرداند. ربنا تقبل دعاءنا واغفر یا رحمان ذنوبنا. جسی ما انشاءالله اگه کار خورشید از نوبت و ایشان کار میتیم اگان نظم و صلوات دیگر بخواند و انشاءالله خاتمه را دام میکنیم که در آرزوی تو باشم برام امیدی هم جان که خاکی کوی تو باشم با وقتی صبح قیامت که سر از خاک برارم با گفتگوی تو خیزم با جستجوی تو باشم با گفتگوی تو خیزم با جستجوی تو باشم. نبی رحمت است و نبی عزت است، نبی ارمغانی خوشی وحدت است.